سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوار هستیم که این ویدیو لیاقت نگاه‌های زیباتون رو داشته باشه. در کنار یک دختر روس هستیم، قرار هست آیتم‌های خوشمزه خوراکی ایرانی رو بهشون بدیم و از 1 تا 10 قرار هست بهشون نمره بدیم. ازشون میخوان که خودشون رو معرفی کنن. سلام، ما اسم تاتیانا. اسم من تاتیاناه. خب بچه ها 3 تا پارت داریم. پارت اول پارت چیپس و پفکاست، پارت دوم پارت شیرینیجات ها و پارت آخر پارت ترشیجات ها هست که در آخر پارت آخر قرار هست یک چیز ترکیبی سم ترش درست بکنیم، بدیم ایشون میل بکنن و ببینیم ریاکشنشون چجوری میشه. بریم همراه ما باشید. پارت اول، آیتم اول پفک نمکی، چیپس نمکی دلمزه، چیتوز. Cheetos. Yes. I know Cheetos. You know Cheetos. What's Yeah. that? In Russia we have The same Cheetos? yes Cheetos. So, بچه ها مثل این که چیتوز همه جا هست، درسته؟ Ketchup and cheese. اوکی. You have ketchup and cheese Yes. one. Taste. اینا میگن ما تو روسیه مزه کچاپ و مزه پنیریشو داریم. خب بچه‌ها بریم چیتوز رو بهش بدیم امتحان بکنیم نظرش چیه. It's the same Cheetos. The same. Yeah. خب این تستش مثل چیتوز روسی خودشون میمونه. Of course now. I like. From 1 to 10. Кто? Что? 1 до 10. I think it's 4. 4. بچه ها 4 رو به چیتوز داد. بعدی چیپس نمکی دلمزه. کرانچی دا. کاتی دومش. دارم ازش میپرسم نظرش چیه. کاتی دومش. Это лучше. لوچه. It's better. So from 0 to 10. 7. 7. عدد 7 رو به چیپس دلمزه نمکی داد. آخر از تو این تنقلات چیپس و پفک نمکی مینو скажи Мину. да مینو نوستالژی ترین پفک ایرانی ها بدون شک همین مینوه. скажи سو ما آخه بخواد با اینا بزرگ شدیم بچه ها، واقعا خود طعمش فرق میکنه. من Same taste. same taste, yeah. Which one would you prefer? This one. ولی من با اینا بزرگ شدم. ولی from 0 to 10 3. بچه ها 3 پفک نمکی مینو گرفت. This is better. 7 7, yeah. عدد 7 رو دلمزه نمکی گرفت و چیتوز 4, 3. عدد 4 هم چیتوز طلایی گرفت. 4 3 7. بریم برای پارت بعدی که مربوط به شیرینیجات. رسیدیم به شیرینیجات ها. توی بخش شیرینیجات ها یک کلوشه نادری رو داریم، بیسکویت مادر رو داریم و 3 نوع گز داریم. بریم بهش بدیم امتحان بکنه ببینیم چه نمره‌ای میده. اول از کلوشه نادری شروع می‌کنیم. او چه خبر شده؟ This is пряник Пряник, да. in Russia. It has a walnut inside. Very nice. خوشمزه است؟ آره. Are. از 0 تا 10 بهش چند میدی؟
From 0 to 10 which score? It's 8. 8. بچه ها عدد 8 رو به کلوچه نادری داد. میریم برای آیتم دوم. بیسکویت مادرمون. Wow! It's amazing! I don't know why. بچه از بیسکویت مادر خیلی خوشش اومده. 10. 10. بیسکویت مادر 10 رو میگیره اینجا. وای تو پارت دوم بیسکویت مادر 10 رو گرفته. خب بچه ها رسیدیم به گز ها. 3 نوع گز داریم اینجا. گز کاکائویی، گز نرمال، گز زعفرونی. بریم امتحان کنیم ببینیم به گزها چی میگه. گز یکی از قدیمی ترین شیرینی‌های ایرانیه. So sweet. شیرین؟ Not bad. From 0 to 10? 6. 6. عدد 6 رو به گز نرمال میدم. بریم ببینیم گز زعفرونی رو چند میده بهش. من دیگه I wash my hand, okay? Okay, I trust you. بچه چرا خارجی و زعفرون دوست ندارن؟ اگه میشه. یه دوست ایتالیایی دیگه دارم اونم زعفرون دوست نداره. 0 to 10? 0. بچه زعفرون تنداش صفر گرفت. So expensive. The most expensive spices in the world. میریم با کاکائویش ببینیم کاکائویش رو چی میگه. Not understand. یه طعم گنگی داره راست میگه. گز آورده زیر سوال گز Without کاکائویی. taste. خیلی عجیبه طعمه. No, ice cream now. Maybe. At the end there is a taste coming like a Yeah. cacao. آخرش یه تمزه داره. From 0 to 10? 3. 3 گرفته گز کاکائویی. خب بچه ها آیتم بعدی آیتم آلوچه هست. Aluches. آلوچه. Aluche. اوکی. Aluche. اتا کات فروکت. I know. Because in Russia we have alicha. Alicha. روسی بهش میگن آلیچه. آلیچه نه؟ Alicha. آلیچا. Alicha. برو بریم. من معمولا نمک میذارم. Yes, this is alichan. I know. Вкусно? Да. Очень вкусно. Надо соус. Вкусно. From 0 to 10? 5. 5 هم به آلوچه میده. بعدی آب علی. آب Over Ali. آب علی. Over Ali. Это значит Ali's water. Okay. Ali's water. Ali is water. Да. Мне страшно. Не знаю. بچه‌ها آب علی چه اسمی ها؟ اگه میشه تو کامنت ها بهم بگید چرا اسم آب علی رو گذاشتن آب علی. Sparkling. Sparkling. It has gas. Yeah. Вкусно, как iron, да? From 0 to 10? Maybe 4. عدد 4 هم به آب علی داد. واه. Too much salt. صافی نمکیه. رسیدیم به آخر ویدیو. اون سورپرایزی که بهتون گفتم قرار هست بریم براش یه چیز ساندویجی با این لواشک ها قرار هست براش ساندویچ بکنیم. یه چیز ترکیبی سم رو بهش بدیم.
Surprise, I have a surprise for you. بریم که اونو داشته باشیم. خب بچه‌ها رسیدیم به ترکیب سمی آخر ویدیو. قرار هست از نونمون لواشک انار شروع بکنیم. توی رسیپیمون لواشک رول شده و رب انار رو داریم، آلوچن رو داریم، به علاوه قرقروت، ادویه هم از نمک و گلپر استفاده میکنیم. اول مثل کره شما قرقروت رو میگیرین، اینو برای پارتنرتون که شما رو اذیت میکنه درست بکنید. قرقروت رو مثل کره شما اول ساندویچتون میذارید، مثل سس میمونه تو پیتزا. یه دونه از این رولای رب انار و آلوچن رو برمیداریم میذاریمش اینجا. یه خوردم مثلا میتونید شما از چاشنی رب انارش استفاده بکنید. رب انار رو بیایم اینجا 3 عدد آلوچن رو میذاریم اینجا و جوری لهشون میکنیم که there is no tomorrow. حواستون باشه دیگه حسه رو ندیم بخوره، قشنگ همش گوشته. خب بچه ها ساندویچمون وقتی به این شکل رسید، یه دونه اضافیه. ساندویچمون وقتی به این شکل رسید، یه خورده گلپر و نمک رو انقدر بریزین که there is no tomorrow. Good. چه سمی داره. شو I'm used to it. نه الان دیگه بهش عادت کرده. Это очень хорошо после этого сандвич надо, когда как кола после пицца. بچه آبعلی هم الان دادیم بهش. مطمئن شدیم که شب با خیال راحت قرار هست که خوابی پر از ستاره های زیبا رو داشته باشه. Do you recommend people to do that the same thing? Yeah. خب Exactly. به شما هم این توصیه رو میکنه که این ساندویچ رو تو خونه‌تون درست بکنید و Not from one time. More and more. خب دوستان همه اسنک‌های معروف ایرانی رو ما اینجا امتحان کردیم. الان میخوایم ازشون بپرسیم که آیا اسنک‌های روسیه بهترن یا اسنک‌های ایرانی خودمون. Пожалуйста, скажи, Татьяна, у вас есть больше вкусно в России снэк или у нас был в Иране? В Иране хорошо, но русские лучше. میگه واسه ایران بد نبود ولی خب میگه واسه روسا بهتره. برنامه بعدی رو بچه‌ها قرار هست چالش بذاریم این نمراتی که به اسنک‌های ایرانی داده رو من به اسنک‌های روسی بدم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. سابسکرایب یادتون نره و منتظر ویدیوهای بیشتر از ما باشید.